موضوع اصلیمون که راجع به افیلیت مارکتینگ میخوایم صحبت کنیم. خب من اول یه توضیح بدم راجع به شباهت‌های بیزینس ما با افیلیت. خب خیلی از بیزینس ها الان هستن که هم به صورت آفلاین هم آنلاین دارن کار میکنن و میرن تو شاخه افیلیت قرار میگیرن. حالا شباهت ما چیه؟ شباهت ما هم دقیقاً اینه که مثل همه اونا پروداکت داریم و مثل همه اونا همونطور که گفتیم ما از 50 سال پیش شرکتمون داره کار میکنه و محصولاتش رو میفروشه. حالا یه سری افراد هستن که دارن تو بخش فروش مستقیم کار میکنن، یعنی تبلیغ محصول میکنن، محصول معرفی میکنن، یا حالا نه فقط بیزینس ما، خیلی بیزینس های دیگه با تراکت پخش کردن، تبلیغات حتی توی تیوی، انواع روش های تبلیغ وجود داره برای اینکه اون محصول رو به فروش برسونن. پس شباهت ما تو این قسمته و اینکه خب از 8 سال پیش ما بخش آنلاین رو هم داریم، یعنی شرکت اومده، شرکت مادر از 8 سال پیش در واقع مارکتینگ آنلاین رو درست کرده که همچنان اون مدلی که فروش مستقیم محصول هست وجود داره به اضافه بخش آنلاین که حالا ما و حالا 211,000 نفری، من فکر می‌کنم 212,000 نفر شدیم اخیراً داریم تو بخش آنلاینش کار میکنیم. فرق ما این هستش که خب در نهایت این محصول فروخته میشه ولی ما هیچ وقت تبلیغش رو نمی کنیم. پس تنها تشابهمون با افیلیت ها این هستش که به هر حال یه محصول و سرویس داریم. سرویسمون هم میشه همون آموزشی که داریم میدیم به افراد. دقیقاً. بله. و تفاوتاشو اگه بخوایم بگیم، تفاوتاش بیشترن. یک اولین و مهمترینش اینه که خب توی افیلیت اگر دقت کنیم میبینیم که اونا همیشه یه رنج قیمتی میذارن، یه قیمت ثابتی وجود نداره برای پروداکت ها، محصولاتی که دارن میفروشن، همیشه یه مارجینی میذارن. حالا این بر چه اساسی؟ نمیتونه خیلی بالا پایین هم شه، در حد 10% مارکت هست. بله 10% 20% اینو میتونن بالا پایینش بکنن تا اون محصولشون به هر حال فروش بره. حالا چرا این کار میکنن؟ دیگه میسنجن ببینن مثلا مارکت الان چجوریه، باید تجزیه تحلیل انجام بدن. مثلا اگر یه پروداکتی خیلی جدیده میدونن الان خواهان بیشتری داره، قیمت رو همچنان بالا نگه میدارن. اگر ببینن انقدر رقیب زیاد شد و الان مثلا طرف پروداکتش رو دستش مونده، مجبوره یه کاهش قیمت بده تا بتونه اون محصولاتش رو بفروشه. مثال خوبی که میتونم براش بزنم که حالا شناخته شده هم هست، آمازون هست، شاپیفای هست، ایبی مارکتینگ هست. اینا همشون افیلیت مارکتینگ انجام میدن و یه موقعی تو آمازون میبینیم مثلا یه فروشنده 15% رو محصولش آف گذاشته. این همون مارجین است که با قیمت میتونن بازی کنن تا به هر حال یه فرصتی رو بدن که اون محصولشون فروش بره. ولی ما نداریم این موضوع. ما قیمت پروداکتمون تو تمام دنیا یکسان هست، یعنی اصلا همچین چیزی وجود نداره که تو یک کشور قیمت پایین باشه همون محصول تو یک کشور دیگه بالا باشه. این اولین تفاوت بزرگمون هست که واقعا ما اصلا درگیر محصول وقتی نیستیم، اصلا دیگه این دردسرای قیمت و بالا بردن و پایین بردن و چک کردن بازار و آنالیز کردنش و اینا رو اصلا نداریم. فرق دومش این هستش که خب تو افیلیت مارکتینگ من یه لینکی میبینم مثلا از یه دونه بلندر توی گوگل، خب رو اون لینک میزنم، میره توی وبسایت، خرید انجام میشه و تموم، چیپ میشه میاد دستم. حالا دیگه این هیچ ارتباطی بخوام بگیرم، حالا اون طرف بخواد پشتیبانی بکنه، بخواد سرویس اضافه تری بده، همچین چیزی وجود نداره. ولی توی بخش فروش شرکت ما از لحظه‌ای که خب محصول میرسه دست، بخش محصول که یه جور پشتیبانی داره که خب گارانتیاش وجود داره، ولی اون بخشی که ما میگیم ما کارمون آموزش هست تازه شروع میشه. از اون لحظه‌ای که ما به عنوان یه مربی باید در کنار یه نفر دیگه قرار بگیریم و آموزش‌ها رو بدیم، در واقع اون ساپورت 24/7مون شروع میشه که گروه‌هایی وجود داره که افراد میتونن بیان از هر جای دنیا باشن، سوالشون رو بپرسن، یه نفر دیگه باز یه ساعتی تو دنیا هست که بیدار جوابو میده، یه منتوری هست که
فارسی زبان در کنارشون داره کار میکنه و هر جا اشکال داشته باشن اشکالشون رفع میشه. هیچ موقع استاپ نمیشن تو بیزینس که بخوان گیر بیفتن ندونن چی کار کنن. ولی خب توی بیزینس های آنلاین دیگه که تعدادشون هم کم نیست این مشکل وجود داره، یا باید خیلی هزینه کنن برای اینکه اگه یه جایی گیر کردن بتونن یه ساپورتی رو بگیرن، که در واقع همه این هزینه های ساپورت همون $49 هستش که همون اولش افراد پرداخت میکنن برای دوره آزمایشی. در واقع همون میشه هزینه کل ساپورت مادام العمر و اون وبسایتی که داره گاهن آپدیت هم میشه با توجه به تغییر پلتفرما. همه اینا، چون بعضی میپرسن $49 تکلیفش چی میشه وقتی ما بیایم تو بیزینس. اون میشه هزینه فانلتون، تمام آپدیت هایی که روی ترینینگ ها دریافت میکنید و واقعا خیلی ارزشش بیشتر، هزاران دلار ارزش این ساپورت و این فانل وبسایتی هستش که در اختیار ما قرار داده میشه، ولی با $149 آمریکا. خیلی عالی بود، خیلی خوب توضیح دادین. فقط من این نکته رو اشاره کنم که ما با پروداکت ها و محصولاتی کار میکنیم که های تیکت هستن، های کامیشن هستن، ولی بیزینس های آنلاین دیگه با پروداکت ها و محصولاتی که لو تیکت هستن دارن کار میکنن و اگر که اونجا توی بیزینس های آنلاین دیگه باشید کامیشن هایی که میگیرید خیلی کم هست، ولی توی این بیزینس ما برای این میگیم که پتانسیل درآمدزایی بالا هست و کامیشن های خوبی میگیریم به خاطر اینکه شرکت جنرس هست و به خاطر محصولاتی که بیشتر در حوزه سلامت هستند و محصولات های تیکت و های کامیشن هستن. شما کامیشن های خیلی خوبی از این شرکت میگیرید که